درود بینندگان برنامه اخباری آزادی. خبرهای آخرین جهان تاجیکستان دوام 15 دقیقه به طور زنده پخش خواهد شد. امروز 6 مارس است. نگاه به سرخط خبرهای برنامه. ایران اعلام کرد که به جنگ ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به نظامیان ایرانی پیشنهاد کرده است که سلاح را به زمین گذارند و تسلیم شوند. ما هر ساعت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را محو می‌کنیم. کسی باور نمی‌کرد که با چنین سرعت از بین بردن آنها امکان دارد. حمله رخنگران کار بانک دوشنبه سیتی را به هم زده است و صدها مشتری سرگردان شدند. بانک میگوید وضع زیر نظارت است. میخوام مخصوص تاکید نمایم مبلغ‌های استفاده برندگان و معلومات شخصی در امنیت کامل قرار دارند. رئیس دادگاه دادستان و سردار پلیس مسچا از کار برکنار شدند. ساکنان از شیوه کار آنها شکایت داشتند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد شخصاً در انتخاب رهبر آینده ایران شرکت کند. بسیاری‌ها جایگزین احتمالی آیت الله علی خامنه‌ای که روز 28 فوریه در عملیات حربی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل کشته شد، پسر او مجتبی خامنه‌ای را می‌دانند، ولی ترامپ اشاره کرد که او را در این مقام دیدن نمی‌خواهد. موقتا به وظیفه رهبری عالی کشور علیرضا اعرافی تعیین شد. در میان دیگر نامزدها مقام رهبری عالی ایران نبیره اساسگزار جمهوری اسلامی ایران هم نامبر می شود. دیروز در مراجعتش به نظامیان و افسران پلیس ایران، دونالد ترامپ به پلیس ایران پیشنهاد کرد که سلاح را به زمین گذارند. موضوع را همکارم شهلای گلخوجه ادامه می‌دهد. президенти амрико дональд трамп аз низомиёни эронӣ, афсарони пулиси ин кишвар ва сипоҳи поздорони инқилоби исломӣ даъват кард ки силоҳашонро ба замин гузоранд. ба қавли трамп, агар онҳо аз пуштибонии рӯҳониёни ҳоким дар ин кишвар даст кашанд, ба онҳо масъулияти комил аз ҳар гуна ҷазо ваъда медиҳад. ما هر ساعت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را محو می‌کنیم. کسی باور نمی‌کرد که با چنین سرعت از بین بردن آنها امکان دارد. زمانی که آنها موشک پرتاب می‌کنند، در ظرف 4 دقیقه پایگاه‌های موشکی آنها مورد آتش قرار می‌گیرند. آنها نمی‌فهمند که چه اتفاق افتاد. ما نظامیان نیرومندترین در روی عالم داریم. نیروی بحری ایران از بین برده شد. در طول 3 روز 24 کشتی محو گردانده شد. این مقدار بزرگ است. سلاح ضد هوایی و نیروهای هوایی آنها از بین برده شدند. дар ҳамин ҳол нигаронӣ зиёд аст ки амалиёти зидди эрон ба низо дар ховари миёна ва фаротар аз он табдил хоҳад ёфт. аз оғози амалиёт кишварҳои ҳампаймони амрико дар халиҷи форс бо ҳамлаҳои мушаку паҳподҳои эрон мувоҷеҳ буданд. рӯзҳои ахир мушаку паҳподҳо ба исроил, туркия, озарбойҷон, кипр ё худ қибрис ва ҳатто кишвари шри-ланка ки дар масофаи 3900 километр аз эрон қарор дорад. дар он ҷо киштии зерёбии амрико киштии ҷангии эронро маҳв кард. рӯзи 5 март Аббос Ароқчӣ, вазири корҳои хориҷии Эрон, гуфт ки кишвараш барои ҳар гуна ҳамлаи эҳтимолии заминӣ омода аст ва афзуд ки чунин иқдоме барои душманони ҷумҳурии исломӣ фоҷиъабор хоҳад буд. дар ҳоле ки амрико ва исроил ба ҳамлаҳои худ алайҳи эрон идома медиҳанд, Ароқчӣ ба шабакаи хабари NBC News гуфт: мо мунтазири онҳо ҳастем ва афзуд мо итминон дорем ки метавонем бо онҳо муқобила кунем ва ин барои онҳо як фоҷиаи бузург хоҳад буд. чанд соат пеш аз ин изҳороти Аббос Ароқчӣ, Дональд Трамп раиси ҷумҳури Амрико гуфта буд ки аз ҳамлаи гурӯҳҳои курд ба Эрон ҳимоят мекунад. Трамп дар гуфтугӯ бо хабаргузории Reuters гуфт: фикр мекунам бисёр хуб аст ки онҳо мехоҳанд ин корро анҷом диҳанд. ман комилан аз ин дастгирӣ мекунам. бо ин ҳол ӯ дар бораи ин ки оё амрико барои ҳамлаи гурӯҳҳои курд кӯмак кардааст ё не, аз изҳори назар худдорӣ намуд. дар рӯзҳои ахир шуморе аз расонаҳо гузориш доданд ки ниманизомиёни курди эронӣ дар рӯзҳои гузашта бо амрико дар бораи ин ки чӣ гуна метавонанд ҳамлаҳо алайҳи нирӯҳои амнiyatии ҷумҳурии исломиро оғоз кунанд машварат намуданд. پس از آغاز حمله به ایران، دامنه جنگ خاورمیانه را فرا گرفت و به اکثر کشورهای منطقه پرواز هواپیماها قطع شد. صدها شهروند تاجیکستان در کشورهای منطقه در ماندند.
حالا خبر می رسد که به بعضی پروازها اجازه شده است. صبح امروز 117 نفر طریق شرکت فلای دوبای از امارات متحده عرب به دوشنبه برگشتند که اکثر آنها شهروندان تاجیکستان بودند. خرامان بقازاده گزارش می‌دهد. فرودگاه دبی شام 5 مارت بیش از 50 شهروند درمانده تاجیکستان طریق شرکت فلای دبی به تاجیکستان برگشتند. این گروه شهروندان پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در دبی درماندند چون پروازها قطع شده بود. وبسایت فرودگاه دوشنبه نشان داد که این هواپیما ساعت 5 صبح 6 مارت رسیده است. پروازها روز 28 فوریه و بعد آن قطع شد که آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی را ضد ایران آغاز کردند. ایران در پاسخ به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه از جمله امارات متحده عرب حمله کرد. مقامات این کشورها اعلام کردند که تا آغاز پروازهای نو به شهروندان درمانده خوراکی به پول و جای خواب می‌دهند، اما بعضی از شهروندان میگویند پولهایشان تمام شده بود ولی در مهمانخانه‌ها آنها را رایگان جای ندادند. یک تن از مسافران تاجیک گفت سفارت تاجیکستان برایشان 500 درهم پول مهمانخانه را پرداخت کرده است. قبلا بعضی مسافران تاجیک گفته بودند که به فرق از دبی در مهمانخانه‌های ابوظبی رایگان ایستادند ولی خرج روزانه اشان نیز زیاد است. با گذشت یک هفته از جنگ کشورهای خاورمیانه به طور محدود به شرکت‌های هواپیمایی اجازه پرواز دادند. مقامات تاجیک میگویند هنوز گروهی دیگری در امارات متحده عرب قرار دارند و آنها تصمیم دارند که با پرواز چارتری آنها را به وطن برگردانند. برنامه را با گزارشی از شهر دوشنبه ادامه می‌دهیم. ساکنان زیادی از شیوه کاری بانک دوشنبه سیتی شکایت کرده میگویند این بانک آنها را سرگردان کرده است. برخی میگویند از کارت این بانک پول گرفته نمیتوانند و برخی دیگر میگویند پولهایشان از حسابشان ناپدید یا به جای نادرست انتقال می‌یابد. مسئولان بانک به زنگ‌های به تکرار مشتریان جواب نمی‌دهند. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. بزنیم هیچ کی جواب نمیده. تقریبا 200 بار زنگ زدیم یگان انسان جواب نمیده. اکبرجان زاکیروف نمیتواند 20000 سومونی خود را از کارت دوشنبه سیتی بانک بگیرد. کسی از نمایندگان بانک هم به او شرح نمیدهند که چرا این وضع پیش آمد. 3 روز باز پولمو گرفته نمیتونیم یگان کار ما ببینیم مقصد زندگی است یگان علاج نداریم ما پولمو دست بانک ده هیچ جا گرفته نمیتونیم شما را. مشتریان دیگری دوشنبه سیتی بانک شکایت دارند که قریب یک هفته باز نمیتوانند به جای پول فرستند یا برعکس پول قبول کنند. ایده هم میگویند یک دفعه از حسابشان 100 سومونی پرداختند ولی بانک آن را 3 بار حساب کرده و 300 سومونیشان را گرفته است. پسش رو میگذارن نمیگذاره مو میگذارن اون میگذاره سیمو سنیمان نشه میگم اون نگذاشته میگم چیکار کنیم آخه نیاز میگه سیستم کارکس میگم دست چورسی اینجا اومدن چی گفتن اینا چی گفتن؟ باز سویچ کارکس با سویچ میگه اجداد میگه سه چوز 5000 دینه گذاشتن در بازار همون مطلق مونده موبایل نمیگذاره نمیسته موبایل که موبایل مشکلی هم خیلی همین سرگردان شدیم گشتی سینده. چندی از ساکنان گفتند آنها را خاموشی نمایندگان دوشنبه سیتی بانک و بی‌پاسخ ماندن تماس‌هایشان بیشتر نگران کرده است. ما این 28650 می‌بریم 3 روز پیش بودم در گذشتگی بود تماش سرخه زنگ میزنم شرکت بودوگ نمیره. در یکی از نمایندگی‌های بانک گفتند از سبب آنکه در یک وقت مشتریان زیاد تماس گرفتند نتوانستند به همه پاسخ دهند ولی حالا دیگر خط تماسشان فعال است. برای درستی این گفته‌ها به رقم‌های بانکی در صفحه‌شان در فیسبوک هم نشر کردند. 3 بار زنگ زدیم ولی فعال نبود. در بانک دوشنبه سیتی گفتند نظام یا سیستم کاری آنها مورد حمله خکران یا رخنگران قرار گرفته است. نظام دوشنبه سیتی بانک با حمله وسیع دیدوس که به از حد زیاد بار کردن اینفراستراکتوری ما روانه شده بود دچار گردید. از دقیقه‌های اول گروه متخصصین تکنیکی و کارشناسان امنیت اطلاعاتی با نیروی زیاد فعالیت می‌برند. ما فوراً برای حفظ نظام چاره‌های ضروری اندیشیدیم و عین زمان وظیفه‌های اساسی همیان علیه برقرار شد. کاری آن تدریجاً به حالت استوار برمیگردد. میخوام مخصوص تاکید نمایم مبلغ‌های استفاده برندگان و معلومات شخصی در امنیت کامل قرار دارند.
намояндагони бонк гуфтанд бо ҳал шудани мушкил масъалаи баргардонидан ё барқарор кардани пули муштариён шурӯъ шудааст, вале чанде аз сокинон гуфтанд ки мушкилашон ҳанӯз ҳал нашудааст. мардум ҳамаи қаворагири сарсонӣ, яъне ки мо пули худа гирифта наметонем. ба ширкати Душанбе Сити мо гап Душанбе Сити яке аз бонкҳои Тоҷикистон аст, ки зери таҳрими Иттиҳоди Аврупо қарор дорад. Дар гузашта низ шикоятҳо аз сатҳи хидматрасониҳои ин бонк ки ба шахсони баландпоя нисбат дода мешавад, садо доданд, вале на ҳамеша ба нигарониҳо посух дода мешавад. مقامات انتظامی تاجیکستان یک روحانی را برای تعلیم غیررسمی دین در شهر دوشنبه دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی با نشر نواری درباره او شیوه چنین تعلیم را تنقید و والدان کودکان را نکویش کرد. در تاجیکستان سالها باز تعلیم مستقلانه دینی اجازه نیست. کارشناسانی که رادیوی آزادی با آنها صحبت کرد گفتند که با جزادهی مسئله حل نمی شود. موضوع را همکارم ارشاد سلیمانی ادامه می‌دهد. وقت پس از نشر مستند از سوی پلیس دوشنبه، موضوع نبودن امکان تعلیم دینی برای نورسان دوباره داغ شد. میلیسای پایتخت 16 فوریه با نشر فیلمی ندای کودکان خاموش ادعا کرد که یک روحانی با اجاره گرفتن یک خانه در دوشنبه به طور غیر قانونی در شرایط مرموز و دور از بهداشتی به تعلیم دینی 13 کودک پرداخته است. هرچند کاربران شبکه‌های اجتماعی این روحانی و پدر و مادر کودکان را برای در شرایط ناگوار تعلیم دادن نکوهش کردند، برخی به عدم امکان تعلیم و تدریس دینی نیز اشاره می‌کنند. ضمن سوال آمده است که تعلیمات غیر رسمی دینی. بین وقت شهران این جمله رو میشنوند، در ذهن یکمی سوالی که میاد میگه که خب مادام این تعلیمات غیر رسمی باشد، کجا است تعلیمات رسمی؟ خب شاید جواب میاد که میگه که تعلیمات رسمی در دانشگاه اسلامی است. خب دانشگاه اسلامی در کجا است؟ در پایتخت است. انسانی که در دهات زندگی میکنند، انسانی که در ناحیه دوردست زندگی میکنند، کودکاشون بخوان کودک 6 سالش، 8 سالش، 10 سالش، 12 سالش درس گیرند، او باید چیکار کند؟ قانونگذاری تاجیکستان تعیین کرده است که هر کس به طور اختیاری به گرفتن تحصیلات دینی در علاهیدگی و یا همراه دیگران حقوق دارد. اما دولت نظام تحصیلات دینی را تحت نظارت گرفته است که حق تحصیل را به نهادها تنها پس از دریافت پروانه مخصوص می‌دهد. حالا مقامات تاجیکستان نیز میپذیرند که در کشور زمینه برای تحصیل ابتدایی یا میانه دینی وجود ندارد. خیلی نظام تحصیلات دینی قانونی در جمهوری تاجیکستان تنها در زمینه تحصیلات عالی کسبی تشکیل کرده شده است که در نزد دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه برای مانده شده است. هرچند قانون در تاجیکستان با مسجدهای جامع حق تعلیم دینی را می‌دهد، حکومت 15 سال است که به هیچ نهاد چنین اجازتنامه را نداده است. نورسان حق دارند تنها در خانه از پدر و مادر خود آموزش دینی ببینند. چند پیشتر رئیس کمیته دین نبود مکانهای تحصیل برای نورسان را مشکلی خاصی ندانست و گفت می‌خواهند تحصیلی آنلاینی راه اندازی کنند. برای ما هم بهتر است، خوبتر است که از اونی که همین چیزا از بیرون مطرح میگردن در داخلی چی باشن، زیری یک شفافیت، زیری نظارت و زیری چی باشد که حالتهای فریفته شدن یا که مثلا سوء استفاده شدن جوانان از جانب مغرضان صورت نگیرد. و در این سمت ما پیشنهاد هم داریم، کمیسی هم چی میگن که ما همین رو چی طور در دایره آن سند معیارهایی که در جمهوری تاجیکستان است ما این رو برآوریم که چیزی زیادی نشود. رادیوی آزادی نتوانست از پدر و مادر کودکانی که در مستند پلیس دوشنبه نمایش داده شدند سبب‌های به این گونه تعلیم دینی بردن فرزندانشان را جویا شود. مقامات به آنها اجازه صحبت با رسانه‌ها را نمی‌دهند که شبهه‌ها را به بار آورده است. رهبران دادگاه دادستانی و پلیس ناحیه مسجد از مقام‌هایشان برکنار شدند. درباره سبب این تغییر سامانه پرزیدنت تاجیکستان روز 6 مارس چیزی نگفته، اما خبر داده است که به جای آنها شخصان کاردان تعیین شدند. برکناری رهبران مقامات قدرتی در ناحیه مسجد در حالی است که چند ماه اخیر ساکنان از بدرفتاری ناظران راه و دیگر کارمندان مقامات انتظامی شکایت داشتند. در یک نواری که روز 3 مارس کاربران از ناحیه مسجد فرستادند دیده می شود که چند ناظر